اگه توتیت بی اشتها شده یا دنبال خوراکی‌های هیجان انگیز براش میگردی، این پست رو از دست نده. از سبزیجات خوشرنگ تا خوراکی‌های تقویتی و طبیعی، یه رژیم متنوع پرهای براق و روحیه عالی بهش میده. تو کامنت بگو پرنده تو کدومشو بیشتر دوست داره. همه این غذاها طبیعی، مقوی و تایید شده هستن. پستو سیو کن تا یادت نره برای توتیت درست کنی. یک هویج رنده شده برای درخشش پرها، 2 ذرت آبپز سرشار از انرژی و مورد علاقه بیشتر توتیا، 3 سیب بدون دونه ویتامین و ضد استرس، 4 جوانه گندم بمب پروتئین و تقویت رشد پرها، 5 تخم کتون و ارزن منبع چربی خوب، 6 سبزیجات برگدار مثل جعفری و اسفناج پر از ویتامین آ و سی، 7 پلت میوه‌ای غذای کامل و متعادل مخصوص توتیسانان، 8 گردو و بادوم خرد شده در حد خیلی کم و کنترل شده، 9 برنج پخته بدون نمک منبع نشاسته سالم، 10 هم استیک عسلی مخصوص پرندگان پاداش خوشمزه و سرگرم کننده.